در ابتدای ماه ینور سال 2020 بالاروی نرخ مواد سوخت باعث اعتراضهای بی‌سابقه در قزاقستان شد. در دوام یک هفته ناآرامی‌های این جمهوری آسیای مرکزی 225 نفر به قتل رسید. دادستان کل قزاقستان میگوید در برخوردها با اعتراضگران 19 کارمند نهادهای قدرتی به هلاکت رسید. صدها اشتراکچی اعتراضها بازداشت شد. سازمان‌های حامی حقوق در ماه دکبر ابراز داشتند که مقامات قزاقستان در تحقیق کشتارها و پایمالشوی جدی حقوق انسان در جریان اعتراضها یک طرفه عمل کردند. سازمان هیومن رایتس واچ خاطر نشان کرده است که در نتیجه تفتیش 1000 اعتراضچی محکوم شده و همگی یک افسر نظامی برای کشتار فرد بی سلاح جزا گرفت. 24 فوریه سال 2022 روسیه شهرهای اوکراین را آتشباران نموده، نیروهایش زیر عنوان عملیات مخصوص نظامی به خاک اوکراین تجاوز کردند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هر گونه آوازه‌ها درباره فرار از وطن را رد کرده، مردم اوکراین را به مقاومت دعوت کرد. در طول 7 ماه جنگ روسیه نتوانست در جبهه نبرد به دستاوردی نظررس کامیاب شود. برعکس، در روبروی پیشرفت ارتش اوکراین در شرق این کشور 21 سپتامبر سال 2022 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعلام کرد که 300,000 افسر و سرباز احتیاطی به جنگ اوکراین سفربر می شوند. بعد این اعلان هزارها شهروند که نمیخواهند در جنگ شرکت کنند خاک روسیه را ترک نموده در کشورهای همسایه پناه بردند. در همین حال نه سفربری علاوگی نیروها و نه بمباران نظام انرژتیکی اوکراین سری راه پیشرفت نیروهای این کشور شده نتوانست. ماه نوامبر نیروهای اوکراین شهر خرسون را که در ماه مارس زیر تصرف روسیه گذاشته بود بازپس گرفتند. 22 ایون سال 2022 زمین لرزه برابر با 6.1 درجه باعث فوت بیش از 1100 ساکن ولایت‌های خوست و پکتیکای افغانستان گردید. در نیرومندترین زلزله 20 سال اخیر در افغانستان صدها تن جراحت برداشته، ده‌ها منزل زیست ویران شد. فلاکت در افغانستان زمان رخ داد که این کشوری تحت نظارت طالبان در انزوای بین المللی مانده دچار بحران بشری است. حکومت طالبان که از ماه اوگوست سال 2021 افغانستان را نظارت می کند، سیاست متعصب در مقابل زنان و دختران را ادامه می دهد. طالبان تحصیل دختران از صنف 6 بالا را منع کردند و به این ترتیب میلیون ها دختر از رفتن به مکتب محروم شد. در ماه دکبر سال 2022 حکومت طالبان روند آموزش دختران در مؤسسه های تحصیلات عالی افغانستان را منع نمود. شماری از کشورهای جهان و نهادهای بین المللی از این تصمیم طالبان انتقاد کردند. 16 سپتامبر سال 2022 خانم 22 ساله ایرانی مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس به هلاکت رسید. او را پلیس اخلاق که پوشیدن لباس در جمهوری اسلامی را نظارت می کند به حبس گرفته بود. مرگ امینی مردم سراسر ایران را ناراحت کرد. در کشور اعتراضهای دسته‌جمعی آغاز یافته، به ویژه زنان روسری و حجابشان را آتش زدند. مقامات ایران اعتراضهای سراسری را دسیسه کشورهای دشمن به مثل اسرائیل و امریکا نامیده، بعضی از اعتراضگران را اعدام و بقیه را به مجازات شدید محکوم کردند. سازمان‌های حامی حقوق میگویند تحقیق اعتراضهای ایران بدون رعایت معیارهای حقوقی صورت گرفته، بازداشت شده‌ها زیر فشار و اذیت خود را گناهکار اعلام می‌کنند. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که در دوام 3 ماه اعتراضها نزدیک به 14,000 ایرانی حبس شد. گروه حامی حقوق ایرانیان که قرارگاهش در نروژ است، تاکید می‌کند که در 3 ماه گذشته 469 اشتراکچی گردهمایی‌های ضد دولتی ایران کشته شد. در پایان همین سال سازمان ملل 3 زن منصبدار بلندپایه را برای پیگیری تعقیب خشونتبار اعتراضها در ایران موظف کرد. ماه دکبر سال 2022 در قطر جام جهانی فوتبال با پیروزی منتخب آرژانتین خاتمه یافت. سازمان‌های حامی حقوق فیفا اتحاد بین المللی فوتبال را به خاطر انتخاب این کشور به حیث میزبان مسابقه تنقید کردند. به قول آنها قطر به پایمالشوی حقوق توجه کافی نشان نمی‌دهد. طبق اطلاع رسمی قطر، اثنای بنیاد انشاءات مربوط با جام جهانی از 400 تا 500 مهاجر کاری به هلاکت رسیده است.